بچه موضوعی که از تدریس هامون مونده بود مبحث فیگور هستش که مونده. یک چیزی که من بهتون بگم، اول ما باید در رابطه با فیگور ترسیم کردن آناتومی بدن رو یاد بگیریم. برای ترسیم آناتومی بدن شما بیاید یک قد انسان رو به 8 زون مساوی تقسیم بکنید. 1 2 3 4 5 حالا شد یه زون، 2 3 4 5 6 7 و 8 زون. درسته؟ من قد یک انسان رو تقریبا به 8 قسمت تقسیم کردم و میخوام اعضای بدن رو توی این 8 قسمت تقسیم بکنم. آیتم اول سر ما هستش که توی زون 1 قرار میگیره. خب بعد حالت گردن توی یک مقداری از زون 2 هستش. بعد قسمت سرشانه که حدوداً 2.5 برابر قسمت سر من هستش. میخوام 1.5 برابر. 1.5 برابر قسمت سر من هستش. خب بعد قسمتی که حالت شکم قرار میگیره تو قسمت 4 هستش، زون 4 هستش. اینو میکشم پایین. خب اینجا انگار شکم من قرار داره اگر حساب بکنیم. بعد پایین شکم تا 5 میاد، زون 5 میاد. بعد پاها هم اگر بخوایم زانوها رو حساب بکنیم بین 6 و 7 تقریبا همچین جاهایی میاد. و اگر ما یک دست رو حساب بکنیم در واقع پاها خارج از زونها قرار میگیرن و زانو، این خیلی مهمه که زانوها بین 6 و 7 قرار بگیره و دستهای من آرنج ها انگار تقریبا توی زون 3 و 4 من هستن. برای مثال به این حالت. حالا برای مثال انگار این دست‌های بدن من هست و بین 5 و 6 خود دست‌ها قرار می‌گیرن. حالا این میشه تناسبات بدن یک انسان. حالا بچه گاهن ما وقتی داریم ترسیم می‌کنیم لزومی نداره دقیقاً همینا رعایت بکنیم. شاید گاهی حتی یک پرسوناژ خیلی ساده من بخوام ترسیم بکنم در همین حد